هیتلر بگو ببینم چرا اون همه یهودیو کشتی؟ شماوندا میگم چرا همونجور که برای نجات یهودی از دست فرعون موسی رو فرستادی نیومدی یه نفر برای نجات یهودی از دست هیتلر بفرستی؟ سوال خوبیه و جواب خیلی خوبی هم داره. من اینو توی کپشن جواب میدم. بله هیتلر بگو ببینم تو راه یه نفر دیگه رو کشتی، اونو دیگه چرا کشتی؟ چون اونم یهودی بود. اون یهودی نبود که، اون یه هودی دستش بود، داشت میگفت یهودیه. بگو ببینم تو با آهنگ نازی ناز کنه ابی چه ربطی داری؟ من از هیچی خبر ندارم. با آهنگ نازی نازی امشب دلم مست توئه چی؟ اون نازی نازی امشب کد عملیاتیتون بود؟ من هیچی نمیدونم. بگو ببینم با بچهای نازی آباد ارتباط داشتی؟ نازی آباد بچه نداره. میخوان یه جوک براتون بگم؟ شماوندا داره بحثو عوض میکنه. باشه بگو. میدونین چرا یهودیان نمیتونن عصبانی بشن؟ نه چرا؟ چون نمیتونن از کوره در برن. از اونجایی که گفتین هر کی هیتلر رو بکشه میره بهشت و من خودکشی کردم، پس منم میرم بهشت. یا علی من رفتم.